بیچاره مرده این همه عرق میریزه زحمت میکشه عرق میخوره عرق میریزه کتاب ارزش قائل شد تخفیف نگیر خیلی ارزش قائل شد حالا واسه سانومه جون یه فرش رنگی بودی میگه جای میرزا قاسمیه منم حالا دارم ویدیو میگیرم کام تو کلبه بیدر و پیکر من بفرمایید خونه خودتونه دوستان بچه این همون هنر دست عادلی که بهتون گفتم ببینید چقدر خوش درود صبحتون بخیر دوباره جمعه شده و یه املت دیگه ما دیشب با بچه ها بیرون بودیم با میثم و هوریه تا یه وقت بیرون بودیم تا ساعت 2 ما بیرون بودیم بعدا امروز صبح منو ستاره می‌خواستیم با هم بریم بیرون که دیگه ما از خواب دیر بلند شدیم بعدا ساعت 11 رو به تازه داریم صبحانه می‌خوریم قرار بود بریم صبحانه رو توی جنگل یا بیرون بخوریم که دیگه وقت نشد خیلی دیر صبحانه رو می‌خوریم و نهار رو بریم بیرون توی کامنت ها یا پیامایی که شما به ستاره میدید میگین املت منو خیلی دوست دارید میتونید تشریف بیارید خونه ما یا انزلی من برای شما درست کنم دیگه اصلا با یه جایی بزنم به اسم چیز اما عادل اونجا برم شما صبحونه درست کنم بخورید فلفلم خورد کنم توش با توم باشه خیلی با توم باشه بله این تنده این املت رو میخوریم و میسوزیم خیلی هم دیره باید چیز زود در صبحانه رو بکنیم بریم که به نهارمونم برسیم چون هوا زود تاریک میشه زودم باید برگردیم سلام چطورین؟ روز زیباتون بخیر باشه امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید دلتون خوش باشه امروز ما قرار بود صبح زود بیدار شیم بریم صبحونه بیرون املت عادل پز بعدم حالا دیگه بساط نهار ولی دیشب با بچه ها رفتیم بولوار جاتون خالی هم دیر اومدیم هم که ویدیو یوتیوب داشتم من تا دیر وقت داشتم کامنت جواب میدادم دیگه این شد که زود بیدار نشم حالا آماده بشم صبحونه بخوریم بعد من و عادل عاشقانه بریم بیرون جای بچه ها خالیه خیلی دوست داشتم که باشن ولی مهسا امروز کار داشت هوری هم خونه مامانش دعوت بود دیگه این شد که دوتایی بریم بیرون میخواستم به پسرها بگم به عرفان و علی ولی علی هم که میدونی نقنقو الان داره این ویدیو رو ادیت میکنه الان یه چیزی به من میگه خرفت آره بهش میگم مثلا بریم بیرون میگه دوره اینجا نه اونجا نه این شد که دیگه به علی هم نگم دوتایی من و عادل میریم بیرون امیدوارم به ما خوش بگذره شما هم همراه من باشید ولی قبلا دوتایی میرفتیم بیرون بودم ماما بود آره جای بودی من که خیلی خالیه این من میدوید اون من میدوید همش باید میرفتیم دنبال این بچه ما خیلی دلم براش تنگ شده خیلی و روزی نیست که عکساشو نگاه نکنم یاد خاطراتش نیفتم یاد شیطنتاش دعواش با عادل نیفتم ولی باید تقدیر رو بپذیریم بعد بچه ها یه کتابی هست من حالا تا یه نصفش رو شروع کردم خوندم خیلی کتاب خوبیه یادتون باشه از سرین خریده بودم برگشتنی به این موضوع خیلی کمک میکنه به این موضوع که من بتونم این قضیه رو حذف کنم که من نمیتونستم تو اون مدت کار دیگه یعنی کار دیگه دست من بر نمیومد انجام بدم چون یه مدت خیلی خودمو سرزنش میکنم میگم شاید میبردمش تهران بهتر بود شاید نمیدونم خیلی چیزا میاد تو ذهنم که منو اذیت میکنه اون کتاب اینجوریه که بهت میفهمونه تو زندگی شاید مسیرهای مختلفی رو میتونستی انجام بدی کارهای مختلفی رو میتونستی انجام بدی ولی در نهایت اون چیزی نیست که فکر کنی اگر مثلا من تو زندگی فلان کار رو میکردم خیلی بهتر بوده زندگی بهتری داشتم همه راه ها خلاصه نقصا، ناراحتی ها، غصه ها، موفقیت ها تو همه راه های زندگی ما این چیزا هم هست حتما کتابش رو بخونید اسمش کتابخانه نیمه شبه من تا اینجایی که خودم خوندم خیلی خوب بود حالا بهتون پیشنهاد میکنم دوست داشتید شما هم کتاب رو تهیه کنید و بخونید
آماده شی. فقط بدی پاییز اینه که نمیدونی چی بپوشی. من دیشب فکر کردم هودی شلوارم و هودیمو یعنی میپوشم با اون ستش، ولی الان میبینم آفتابه خنکه ولی هوا. آره میگم شک به دلم. توریو باز کنم هوا رو ببین. هوا خیلی خوبه. بعدش نمیدونی چی بپوشی. به آقا عادل چی کار کرده؟ هم داغه هم فلفلش خیلی تنده. یه دونه خودم سوختم. بچه‌ها من هم عاشق غذاهای تندم هم چیزای تلخ. الان شاید ببینید بگه آره داره مسخره بازی در میاره. من عادت دارم صبح اگر یعنی باشه ها قهوه میخورم و چون عاشق چای هم و چای رو پشتش میخورم میخورم به شروع ببر. این حرکت بخیلی ایرانی برمیاد. دیشب به هوریه گفتم میخوایم بریم بیرون، گفت زود بیاین زود بیاین، زود هوا تاریک میشه، چون نهار خونه مادرش اینا دعوته. بعدش دیگه میخواد بیاد خونه حوصله‌اش سر میره. گفتم آره تو حوصله‌ات سر میره داری میگی زود بیا. گفتم حالا زود رسیدم میام خونه‌تون بازی کنیم. خدا رو شکر اولین باری که ستاره توی ماشین داره لاکتی میزنه موقع حرکت. نه من خیلی وقتا این قبل از اینکه بیام داخل ماشین میزنم. خب میدونی اینقدر کار میکنم ولی لاکم زود میپره. لاک‌ها جنساش خوبه، من زیاد با آب دارم کار میکنم. دستکشم که نمیپوشم، یه وقتا واقعا سختمه. لاک بزنیم و دیگه حرکت کنیم. وسایلامونم جمع کردیم. حالا من یک کم بردم تو ماشین گذاشتم اینا اینجاست. بریم جا هست تو ماشین رو. نیست واقعا. بریم ببینیم از چه ندیم. یکم فکر کنم بتونم جا بدم. آره دیگه ما 2 نفریم. در بچه‌ها باشه. میومدن یه چیزی این اضافه دارم برمی‌دارم. بریم. آده یه کار چوبی خیلی خیلی خوشگل درست کرده. حالا میرم بهتون نشون میدم. این بساطام به خاطر اونه، چون میخوام یه ویدیو بگیرم عکس و اینا. گفتم اینا رو بیارم که بذاریم که خیلی خوشگل بشه. بریم که دیر. خب دوستان رفتنی آقا عادل یادش اومد که ماشین رو چک کنه. این دیگه نباید خدایش نده بیاد دیگه. چی آب هست؟ ماشین تست کرده، واقعا تومود ماشین تست کرده. این لوله کار هوا خوبی کردی چون اون ور سربالاییه. حالا اون چی هست؟ لوله هوای فکر کنم شدیم باید تو باشه. این مکانیک های محترم باز میکنه دیگه درست نیست بندنش که. تو راه هم خرید داریم زغال و سوال داره آتش‌ساز. بعد وسایل منقل رو برداشتیم. بعد یکم خرت و فرت بگیریم. خشم عاده. الان دارم خودم کنترل میکنم شروع شما نه از این بیشتر خشمگین می‌شم. یه چیزا میشونم آدم. آره شماهایی که آقا عادل میکنید ببینید با این روی عادلم آشنا بشید. همیشه منو میبینید میگین تو خیلی بد اخلاقی، غر میزنی. من از این صحنه‌های عادل که ویدیو نمیگیرم. امروز قسمتتون شد روی عصبانی عادل رو ببینید. خب میخوای ببر یه نشون بده ها. خودم واسه خودم. ای بابا همیشه باید از طریق چی بدن درست میشه. بسیار باید از شما بترسن. چرا گریه میکنه؟ یاد بودی دست خیلی خالیه پیشم. الان باید اینجا میبود متقابونش بره لای. بچه ها اومدیم سمت دوران.
یکم بال کبابی برداشتم آوردم، ولی کوچولو هم گوشت میخوایم بخریم. بریم ببینیم کیلویی چنده. تو نمیتونی بری نه. نگهدار من برم. نه من اسکم در دیگه، اسکم من در باز نمیشه. یکی بسته ببینیم چقدر خوشگله اینجا. جایی که درخت کمتره نور بیشتری داره. من میگم همین. آره یه جا باشه رودخونه هم نبود ایراد نداره، میدونی صدای رودخونه هم اذیت میکنه موقع ویدیو. بچه‌ها خلاصه تونستیم یه جایی رو پیدا کنیم، وسایلامون رو بذاریم. من به عادل گفتم یه جا باشه که درخت‌ها خیلی زیاد نباشن چون خیلی زود تاریک میشه. من حالا یه ایده‌ای دارم برای عکاسی، برم اونجا رو درست کنم. بعد کلی گشتن تونستیم یه جایی پیدا کنیم که بشینیم. حالا مرغا رو من سیخ بزنم، ستاره هم داره اون برای دیزاین میکنه، فکر کنم قشنگ باشه. فکر نکنم که حتما قشنگ. خوب نیست. به قسمت خوشمزه‌اش رسیدیم. گوشت گوسفندی لذیذ خوشمزه. جای مریم واقعا خالی، همیشه این قسمت سیخ کشیدن رو مریم انجام میده. سامان داشت چند روز پیش یه خاطره تعریف می‌کرد از خودشون که مثلا با موتور می‌رفتن بیرون، اینا بزن همه با هم. گفت تو گوشت گرفته بودیم، گفت یکی از بچه‌ها گفت گوشت رو کیوی بزنیم. آره دیگه چیز میشه، نرم میشه. 2 ساعت قبل مثلا کباب زدن، اینا از شب کیوی رو زدن توی صبح کباب زدن گوشت اینجوری می‌کردن، گوشت تیکی بزنن چیزشم. آره بچه‌ها نمیدونم میدونید یا نه، کیوی گوشت رو چیز میکنه، پوک میکنه. کیوی و انجیر. حالا به پسش گوسفندی ها رو نمیزنن و گوساله رو میزنن. گوسفندی که فقط همین نمک فلفل کافیه. باشه؟ چرا خونه شما سقف نداره؟ بچه این همون هنر دست عادلی که بهتون گفتم. ببینید چقدر خوشگله. بر میز مهمونی و دور همی و اینجوری 2 نفره رفتن عاشقانه و میز بار خیلی بالا. آره خیلی دوستش دارم، نظرتون رو بگید. بعد بچه من اینو گذاشتم اینجا جای بطری نوشیدنیه و بعد اینجوری آب میوه رو برداری بگم بهتر میمونه. اینجوری اینو بردارم؟ نه دیگه یه بطری نوشیدنی میخواستیم که دیگه واقعا نخواستم بخرم، گفتم به جاش اینجوری میذارم. اینجوری شد. خیلی خوشگله. چیزای ساله. خیلی دوستش دارم. یکی از دوستام سفارش داده بود، بعد دیگه من با عادل گفتم منم میخوام. بابا یه اینا رو بچینم. آره عکس با مزه میشه. بیام توی خونه یا الله. میدونی من با عادل گفتم 2 طرف گیلاس ها یه سمت هم باشه خوب میشه، مثلا فضای بیشتری آدم داره برای پذیرایی. حالا نمیدونم به نظر شما چجوری خوبه. خب بچه ها من میزو حاضر کردم، منتظرم عادلم زغال حاضر کنه، بعد بریم خوشمزجات بخوریم.
هر لحظه هوا قشنگتر میشه. موضوع دستت باش. دارم آروم میرم. یاد قبل از اینجور کارا که اینجوری میزدی؟ خبرم که نیست. یه روز ساتور داشتم با اون ساتور میزدم. آخرین بار زدم انگشتم و فکرم انگشتم قطع شد. راست میاره. خیلی خطرناکه بابا. مراقب باش. کام تو کلبه بیدر و پیکر من. بفرمایید. خونه خودتونه دوستان. برای خیلی بامزه است. خیلی خوشم اومد ازت. آقا برو اومد. یه شب داره میشه که پشه ها زیاد شدن. بفرمایید تو رو خدا. تعارف نکنید. ببینید چه میز جذابی چیدم. دست آقا عادل گلمون در نکنه چه چیز خوشگلی درست کرد. من عاشقش شدم واقعا. بچه‌ها این میز بار 4 تایی، حالا تعداد بالا هم میشه، مثلا 2 تا گیلاس اونور 2 تا اینور، ولی خب ما 2 نفره بکنم برامون کافیه. فقط نمیدونم این نوشیدنی چه ربطی به شیرینی داره، ولی خب دیگه چیدمان میشه. آره میشه چای گذاشت، اینجوری گیلاس و مزه و از اینجور داستانا دیگه. جاتون خالی. برای سفارش هم میتونید بیان دایرکت من. آره من که عاشقش شدم، خیلی گوگولی و بامزه است. حتی پایه هاش هم میشه تاشو بشه، ولی عادل گفت محکم نمیشه. آره محکم خطرناکه. نمیشه. اگه مثلا میزو تکون بدید امکان داره یه سمتش بسته بشه. زغالمون حاضر شد. بریم برای وعده نهار و شام. نیفتی ها. فکر کنم ولی گوشت سریع‌تر بگیر. ایراد نداره. همینجا میخوریم دیگه، سفره نذاریم. همینجا سر محمد بخوریم. آره اینجوری بیشتر کیف میده. آقا میگم کم بود واسه این آقا. حالمون کم بود. خب ایراد نداره، اون دوتا رو بذار داغ داغ میخوریم. تو به خودمونم میرسیم. زغالش خوب بود؟ نه خوب نبود، اصلا خوب نبود. چرا نگرفتی؟ بهت گفتم 2 بسته داشتم گفتم خوبه ولی خوب نبود واقعا. بابا از یه جا میگیره خیلی خوبه. بابا کیلویی میگیره. چیزه روبروی قصابی محمد صبحان. آره از اونجا میگیره، چند بار ازش پرسیده بودم. ما که مصرفمون زیاده، اونجوری بگیری فکر کنم به صرفه تره. این سری نبوده. دلتون نخواد دوستان. چرا که نه. عالی. چرا داغ؟ من گفتم اون دو جدیدارم بذار اون اونا میزاده. آره بابا. آقا چیز نیست که به هم بینه نیست که ای داره استخونم داره. بچه ما غذامونو خوردیم، 2 سیخ بال اضافه اومد که دیگه اینو داریم حاضر میکنیم برای سگای بی سرپناه که میان این سمت غذای گرم و خوشمزه داشته باشن. فقط زود باید بیان بخورم. اون پایین یه سگ بود، میخوای ببریم تا اونجا خالی کنیم اینجا یه ببریم پایین. خب میخوای همه رو بریم پایین؟ بریم پایین. چون اون این سگ بیشتره. آره استخونای البته پخته بودا، گذاشتیم براشون یه ذره با گوشت. البته اینو دیگه ببریم براشون پایین بخورن. خیلی کیف داد ولی دیگه خیلی زود شب شده، همه جا تاریکه. آره این همه جا تاریکه.
وسایلمون رو جمع کردیم دیگه باید بریم. بریم. آره بسش آقا داری کامل بسه؟ پخته. آره پخته. اینم خاموش ما یه روز کن. رفته بودیم بیرون همجوری با من و ستاره و علی فکر کنم با هم رفته بودیم. علی سگ دوستش با خودش بود، الان یادم نمیاد چی بود اسمش. ما واسه مرغ درست کرده بودیم، ریخته بودیم اونجا که این بیاد غذاشو بخوره سگه. واسه فندق حالا گندم و نون ریخته بودیم. بعد دیدیم فندق پیداش نیست، رفتیم فقط نگاه کردیم فندق رفته سر غذا، این تمام مرغا اینو داره میخوره. اصلا اونجا فهمیدیم که فندق مرغ خیلی دوست داره. آره همیشه واسش مرغ درست می‌کنه. وسط بود. شما سفارش بال کبابی داشتی؟ بفرمایید. دستتونه یا یه پرس دیگه هم میخوان؟ صندوقه میشه جانه و یکی هم بدم بهش بدم به یکی دیگه باش نشه. آره بذار بدم به خودم باش نشه. جانه تو بمیرم بیا بادم او خوبونه دل من. نه تمام باشو بخور. میشه جانت باشه. خوشمزه بود. سر صدایی هم میده. خدافظ. مثل بودی همه سفیدی. میشه جانت باشه. آره گشنه که داره نونا رو میخوره. جانت قابون نزد قابون. آره گشنه شد. خوب شد به هم میداد. بریم. خدافظ. داره میخوره دوید اومد ببینه ما داریم چیکار میکنیم، چیکارش داریم. جانتو بمیرم همه رو خوردی. عادل هیچ نخوردیم ما. و هوا خیلی زود تاریک شد. اون دیدم اون شاید یه دونه خوردم. الان خوردی؟ نه یه دونه بخورم. بخور نوش جانه. شکمون تو واقعا جا داری که بخوری. آره. بچه‌ها رسیدیم خونه. وسایلا رو جمع و جورش کنم، یه دوش بگیرم. حوریه بهم پیام دادش که کجایی بریم یکم بیرون. من گفتم داریم برمیگردیم. لحظه عادل فکر کردم شکست. به خیر و خوشی تونستم برش حوریه گفتش که کجا؟ اینا گفتم که داریم میخوایم بریم بیرون. بعد گفتش که من حالا یه سر میخوام بیام پیش یه چیز میخوام بهت بدم. ببینید چی برام آورده. انقدر خوشحال شدم. زنبیل بابا زنبیلی. یه زنبیل بزرگ اون کوچولوش ما داریم. اینم بزرگست. واقعا بهش احتیاج داشتم عادلی. دست حوریه جون در نکنه واقعا انقدر به فکرمه. دوست خوب و مهربونم. امروز دقیقاً سر این سبد داشتیم با هم دیگه من و عادل بحث می‌کردیم. عادل میگفت بندازش دور. من میگفتم آخه حیفه. اون سری ها میتونه واسیمینی نرفتیم بیرون این دستش اینجوری شد. دستش دیگه اصلا نمیشه اینجوری نگهش داشت. گفتم عادل حداقل بهتر از پلاستیک این داخل میندازیم وسایلامونو. و اینکه خوشگله دیگه که دیدن از این زنبیلای خوشگل بابا زنبیل. آره زحمت کشته برام آورده دستش در نکنه. خلاصه اینکه گفت میسم گشنشه. گفتم میخواین شما برید دور بزنید. میخواستم برم انزلمال. گفتم شما برید انزلمال دور بزنید. ما هم وسایلا رو میبریم بالا، ظرفا رو میشوریم، یه دوش میگیریم، میایم دنبالتون بریم حالا خمام اگر دوست دارید غذا بخورید. ولی واقعا من جای هیچی ندارم. فقط دلم چایی میخواد. یه چایی دم کنم تا قبل رفتن. بعدش هم شاید بریم رشت
چای آلبالو بخوریم. حالا ببینم که کدوم یکی از این چیزایی که گفتم پیش میاد، چون میسم گشنش بود، ما هم که واقعا جا نداریم. حالا عادل رو نمیتونم، عادل گشنش شاید بتونم. واقعا که یعنی اون غذا که یادم میاد احساس میکنم دیگه نایی بر من نیست، انقدر من غذا خوردم، گرسنم بود. و اینکه نارشاممون واقعا یکی بود دیگه. حالا عادل سکمو سر یه چیزی خورد. اینا رو جمع و جورشون کنیم. چی هم نخوردیم ما، همه چی اضافه اومد، یعنی فقط با خودمون بردیم، حتی این آب میوه هم اضافه اومده. خلاص اینا رو جمع جور کنیم. عادل تو اول برو دوش بگیر تا من اینا رو سرسامون میدم. همه چی آوردیم. آره همه چی رو برگردونیم، نخوردیم، حتی این آب نبود تا چقدر اون تو جا هست، این همه چی دم میبینیم تموم نمیشه. آره. سطل جادوییه این. همه چی هست. تکون بدم اصلا فکر کنم چاق شدم من بس شکم یه جوریه. حاضر شدیم که بریم دنبال بچه‌ها. منم حاضر شدم، استایل مهمونی زدم دیگه. خستگیم واقعا در روی چای تازه دم نیاز داشتم، خوردم یک دیگه بر خودم ریختم تا عادل حاضر شه. ظرفا رو شستم، لباسا رو شستم دیگه، همه چی رو به راهه. بریم دنبال بچه‌ها. شاید که نه، مطمئنم میسم گرسنه نشه، می‌خوایم بریم غذا بخوره. من ولی واقعا جا ندارم دیگه. حالا بریم ببینیم چی پیش میاد، چی کار می‌خوایم بکنیم. برای بوی غذا بخوره فکر کنم گوشتم نه میشه. واقعا نه دیگه، خیلی سیرم، مثلا بیش از حد امروز خوردم دیگه، واقعا سیرم. بعد هی میگفتی بزن کمه، بازم بزن. اون دیدی زیاد لحظه بود. گرسنه‌ام بود ولی بعدش واقعا دیگه سیر من شدم میدونم چقدر دیگه. سیر میشی واقعا. دیگه بریم. دیره. وسط گردش و تفریح اومدیم برای خرید فرش. آره اونم قشنگه به نظرم. صورتیه؟ واقعا؟ آره حاله اون یکیه قبلیه فکر کنم بهتر بود. اینا نخاشون نخه فرانسویه، توناژ پوستی تیرن. قیمت ها هم بالا میره. 6 متری 8 و 700 هست. خیلی خوشگله ولی خیلی اون طرف پشتش خیلی جالب بود. از این به بعد کارو 1200 شونن. باز قیمتشون با 1250 میشه. ولی اینا همشون متن کار توسیه، توش توناژ رنگی کار شده. مثلا توسی با قرمز، توسی با آره نگاه کنم که بعد ببینم کدوم. چرا اینا تری اومد شد؟ یعنی برای خونه های کوچیک اون ترکیب رنگ مناسب نبود دیگه. و این تقریبا تک رنگ بگیره ولی تو اونا اون قبلی ها رو دوست داشتم. آره اینجا توناژ توسی اولا بهت نشون داد. باز دارم توناژ توسی ولی فرشیه خیلی. پرز داره منظورتونه؟ فرهاشون فرشه. اینا رو میگی؟ نگاه کن مثل این کارا. آها این سبکی ها. فرهاشون کلاسیکه. قشنگن میدونی؟ آره ولی تو خونه ما خیلی شلوغ میشه. خیلی شلوغ میشه. همه اینا هست؟ خب سلام بچه ها، بقول مریم خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ چی کار میکنین؟ خوش میگذره؟ ما اومدیم با بچه ها رشتگردی منتظر مبینا و مجتباییم، بریم کباب بخوریم به همراه آقایون. بعد دیگه بعدش بریم شهرداری چای ترش، چای آلبالو. چای آلبالو بخوریم. جای شما خالی. آره چی گفتی؟ نه دستم زنگ گفتم مجتبا. خب نیستم گفت که ای چی نوشته. داشتم بگم اولین بار که زنگ زده بود اینو سیو کردم ببینم کی هست. دیگه از همون اول من نواز نکردم ای مونده. میسم چطوری؟ سلام خوبی؟ سلام شما خوبی؟ شما خوبی؟ انشالله که روزگار شما خوش باشه. بچه ها اومدیم رشت ببینیم چی میشه دیگه. تازه رسیدیم رشت
منتظر چه بچه‌ها لغت می‌ریم. بشه ما بریم کباب بخوریم حالا می‌ریم اشتر از این چیزا. کباب کثیف کباب کسی. کباب مگسی ما مختلف داره. میخواد رفتم فرش دارم هرچی نگاه کسی میکنم یه فرش رنگی بودی میگه جای میرزا قاسمیه منم حالا دارم ویدیو میگیرم بعضی فرشاشو جوری رنگ میگه. شبیه آره. میرزا قاسمی بود به خدا ته شبیه میرزا قاسمی بود ماش به به خدا این رنگش ترکیب رنگش میدونم ولی آدم دیگه تو مغازه میگه جای آروم میرزا به تو گفتم دیگه اون نشنید بابا بغل گوش تو گفتم نشنید اگه میشنید خلاصه یه عکس العمل از خودش نشون میداد تراش ولی قشنگ بود خدایی تو چند نفری یاده؟ من یه گوش یه دونه دیگه بابا ستاره نخورم. حالا شاید حالا خورد می‌خوره ستاره؟ نه ستاره نمیخوره حجمش خیلی کمه حجمش کمه موقع حالا میخوریم بازم دیگه چقدر دیگه باید دیگه باعث داری نه اینجا هست ها دنبه خوبه جگر بازار دنبه است جگر خالی. نه جگر بازار جگر دنبه یکی دیگه بده آقا اون چی حالا مثلا جگر خالی. نه همین بده از این پیچ‌پیچی‌ها داره روی. اونه حال میده ساره بیا آقا جان بزن بده چون من امروز نزدیک 1 کیلو گوش کباب دارم ما کباب زدم بازم چون داریم کباب چه اناریه یه رو خریدشن بازار بهت انداخت بیار حیف که دست و بالم بسته از اوریه وگرنه من میدونستم تو این همه زحمت میکشه پول در میاره یه وقت کار میکنه همه رو ریفومل میکنه الکی بلکی وسایل بیچاره مرده این همه عرق میریزه زحمت میکشه عرب میخوره عرب میریزه بچه اینجاست اون چایی که من میگم اینجاست بانک تجارت اینا بابا جلوتر از این اگه باشه همون چای نیستش یعنی اونا دیگه مشتبه اونا شوخی میکنی خیلی نمیزنید والا خیلی صفر نداشت بجای کبابی زده چای کنن اصلا اون برشن داری شردار دار پس بده زمین کوچولو دیسه آره کوچولوشه
چیه کلا؟ چیه؟ از این گیر مواست میخوام؟ جان بریم بگید شما بگید چه روزی دیگه هفته دیگه چه قشنگه گفتنش با من بود بزیناش بگیر از این خونه ها درست داری چقدر خوشگله گودی گودیه واقعیه بپرسید قیمتش چقدره بچه ها اون خونه زنگوریه رو تو رو خدا بودی چی بایستده آقا ببخشید اون خونه ها چنده؟ اون خونه ها نه این خونه ها ارزش قائل شد تخفیف نگیر خیلی بیان ارزش قائل شد بعد واسه سانومه جون می‌خواستم کتاب بگیرم یه چند تا اسم کتاب سپرده بود ولی رشت هر جا رفتم به مریم هم سپردم که برام بپرسه نداشتن الان اومدم به این آقا گفتم که برام بگرده ببینم پیدا میکنه یا نه بچه هم دارن خیلی اونجوری کتاب میگیرن و اهل کتابیم شما هم همینطور سعی کنید یه وقتا برای خودتون کتاب بخونید به علم و داناییتون بیافزایید اینم که فقط شما چیزا رو برمی‌داشت ناشم گفتم دوستان نباشه که دوال برسه سوم چهارم اون نشاره دو پاک اونوری بود اول گرفتش رو نیاد کنیم اوایلش آره انقدر من اینو دوست داشتم دیگه کتاب خوبه نمیدونم شما هم خاطره داشتین چون خب یه دوره ای نبود برای همه دو پاک چه سالیه؟ نه سالشو؟ سال چاپشو 61 1960 زمان ما فکر نکنم باشه 68 یه شماره فکر رفته بودی به زمان شما زمان ما که زمان ما هم دیگه نبود زمان ما 60 ما تو خوش 60 بخوش یادم نیست دو پاک آره بابا بود خیلی وقتا بود یا به بچه ها رو تکیه هایی از کل منسجم و همسایه اونجا بذار با همسایه اونجا خوب نیست اون تکه از کل منسجم خیلی جالبه سم هستم بفرماییم با هدیه خیلی خوب پاک میکنه چه عالی بود یه حالت روغنی داره که باش میشه آرش چشم رو راحت پاک کرد امروز خیلی خوب بود از شروعش که با عادل رفتیم بیرون بعد برگشتیم با حوریه جون و میسم رفتیم به رشت مبینا و مجتبی اومدن خلاصه دیگه جمع ما تکمیل جای مریم فقط خالی بود خیلی خوش گذشت امیدوارم که شما من دیدن ویدیو لذت برده باشید اونایی که رشت رفتن میدونن دیگه چه بازار قشنگی داره چه روز چه شب بچه‌ها کباب کثیف خوردن بهش میگن کباب کثیف چای خوردیم چای آلبالو عالی بود من البته غذا نخوردم چون واقعا سیر بودم مثلا جا نداشتم ولی کلا خوش گذشت در کنارشون اون قسمت بازارم خیلی دوست داشتم بیشتر براتون ویدیو بگیرم ولی فروشنده خیلی علاقه ندارن خوششون نمیاد به خاطر همون دوربین اون یه سمت وسایلشون نبردم گفتم الان یه چیزی به من میگن ناراحت میشم خلاصه اینکه خیلی همه چی خوب بود عالی پیش رفت
امیدوارم که شما از دیدن این ویدیو لذت برده باشید، حس خوب گرفته باشید. اگر اینطور بوده ممنون میشم برام کامنت بذارید، نظرتون رو بنویسید، نظرتون رو در مورد اون کار چوبی عادلم که یه میزه بار خوشگل و گوگولیه برای بیرون حتما بنویسید. ممنون میشم ازتون. میخوام ببینم نظرات شما به من نزدیک هست یا نه. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون. شبتون هم بخیر.